پیغمبر علیه السلام در ابن ماجه مبارک میفرماید یک عمل بالای امتای خود میترسم. سوالی است او چی عمل است که بالای امتای رسول الله میترسه؟ رسول الله علیه السلام گفت در آخر زمان امتای ما بچه باز میشه. در آخر زمان امتای ما بچه باز میشه، به عمل لواطه گرفتار میشود. میشنوم خیلی گپا را به زبان آوردن نمیتوانم، با خدا از صالحین میشنوم، از دینداران میشنوم لواطه میکنن، به محبت بچه ها گرفتار هستند. علامه ابن عابدین شامی میفرماید نظر کردن به طرف جوان خوشصورت به لذت حرام است. و فی الاخر الزمان قوم یقال لهم اللوطیون. در آخر زمان یک مردم پیدا می شود، اینا را لوطی گفته می شود. و هم ثلاثه اصناف، و اینا سه صنف است، سه بخش است. صنف ینظرون، صنف اینا فقط بچهشون به طرف بچه های مقبول نگاه میکنن، لواطه نمیکنن، فقط نظر بد دارن که ای هم در حکم لواطه هست. و صنف یصافحون، و یک صنف دیگر مصافحه میکنن، فقط دست یک بچه برهنه صورت و بیریش رکیات مکم میگیره و با طرف سیکده و محبت منفی شکده میباشه که هم در حکم لواطه است. و صنف یعملون بذالک، و یک گروه دیگه فجیترشانی است که همین کار اجرا میکنه، یعنی بالکل لواطه میکنه، پوسکنده. علامه ذهبی محدث بزرگ از کتاب نوشته میکنه الکبائر. در الکبائر خود یک بخش از لواطه هم داره، فارسی شده میشه که او را بعضی برادرای فارسی خوان مطالعه هم بکنه. با دوجه نوشته میکنه که حتی حیوانهای دشت و کوه و بیابان از لواطه کردن عارشان می آید. هر گناه را حیوان میکنه، حیوان است دیگه، اما لواطه را نمیکنه حیوان. ولی ابن سیرین رحمت الله علیه در نزهة الناظرین میگویند که خر و خوک لواطه میکنه، دیگه حیوانا نمیکنه. چشم ها باید کنترل شود، قلب ها باید محبت عشق خدا را بگیرد، به طرف دخترای مردم و بچه های مردم نظری بد صورت نگیرد. تکرار میکنم که دیگه گناه ها را بدا میکنه، این گناه ها را بعضی و خوبا هم میکنه. ما که یک اینوار برادرای محترم برای شما عرض میکنم، شاید یک ماه دو این ماه پیام روان شود برای ما از طرف مردم، تکراری گپایی را در مورد لواطه شنیدیم که شاید ما امروز گفته نتونم برای